سلام به همه شما رفقای مهربونم. خیلی خوش اومدیم به چنل خودتون، چنل داستان آوا. خوشحالم که اینجام کنار شما قراره با هم دیمی و گوش بدیم. خیلی قشنگه، تا انتها همراه هم باشید. اما قبلش لایکو بزنید و حالا الان یا در انتهای ویدیو حتما واسم کامنتاتون رو بنویسید. همه‌شو با جون و دل میخونم. اگر آماده اید بریم سراغ روایت. داشتم جلوی آینه موهای بلندم و شونه می کردم که صدای قدم های تند ثریا از راه رو اومد. همیشه میتونستم از صدای قدماش حدس بزنم چه حالی داشت. اون روز مشخص بود که یه چیز مهمی میخواست بگه. نورا خانو در رو باز کرد و عین آب و آتیش اومد تو اتاقم. گفت بازم یا خواستگار دیگه اومده. شونه ای بالا انداختم. چشمام تو آینه با چشمای ثریا تلاقی کرد. پرسیدم این بار کدوم یکی؟ گفت میرزا حسام، اون تاجر ثروتمند دهکده بغلی. ثریا رو تختم پرید و بالشدار رو بغل کرد. بابات الان باهاش صحبت میکنه. یه کاروان پر از جواهرات آورده. دستی رو پیشونیم کشیدم. ثریا، من دیگه خسته شده بودم از این خواستگارا. هر هفته یکی، هر کدوم ثروتمندتر از اون یکی. انگار منو تو بازار حراج گذاشته بودن. ثریا از جاش پرید و اومد کنارم. تو آینه نگاه هم کرد و گفت نورا، راستشو بخوای تو واقعا چی میخوای؟ دستم رو میز آرایش گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم. خونمون، اون عمارت بزرگ با دیوارای بلندش، گاهی واقعا عین یه قفس میشد. من نورا، دختر خان محمد علی، همه منو میشناختن. همه انتظار داشتن که عین یه عروسک زیبا باشم و هیچ وقت سوالی نپرسم. گفتم نمیدونم ثریا، فقط میدونم که اون زندگی انگار واسه یکی دیگه طراحی شده، نه واسه من. ثریا موهامو نوازش کرد و گفت یادت وقتی بچه بودیم تو همیشه میگفتی میخوای عین مردا از سواری کنی؟ لبخند غمگینی زدم. آره، تا اینکه بزرگ شدم و فهمیدم دختر خان باید مؤدب باشه، آروم باشه و منتظر بمونه تا مرد مناسبش بیاد. ثریا آروم پرسید پس همایون چی؟ اسم همایون که اومد یه حس عجیبی تو وجودم پیچید. همایون، پسرمون. از بچگی قرار بود که با اون ازدواج کنم. پسر مهربون و کتابخونی که همیشه احترام میذاشت بهم. هیچ وقت صداشو بالا نمی برد. همیشه مؤدب بود. آهی کشیدم و گفتم همایون. عین برادرم بود ثریا. هیچ وقتی نگاهش میکردم اون حسی که زنا تو شعرها ازش حرف میزنن و نسبت بهش نداشتم و ندارم. قلبم نمیپره واسش. دستام عرق نمیکنه. واقعا هیچ حسی. ثریا خندید و گفت عرق کردن دست که مرض نیست نورا. خندم گرفت و گفتم نه دیوونه. منظورم این بود که عاشق نبودم. حس نمی کردم که نمیتونم بدونش زندگی کنم. ثریا جدی شد. صورتش عوض شد و اومد جلو میستاد. نورا، من یه چیزی میخوام بهت بگم، ولی قول بده عصبانی نشی. پرسیدم چی؟ من فکر میکنم تو باید یه بار زندگی واقعی رو تجربه کنی. بری بیرون از این 4 دیواری. ببینی مردم چطوری زندگی میکنن، چه حسایی دارن. آخه از وقتی یادم میاد همه چی واسه تو حاضر و آماده بوده. قلبم تون زد. آخه ثریا، تو که میدونی پدرم اجازه نمیده. دختر خان که نمیتونه بره تو ده پرسه بزنه. چشمای ثریا درخشید. نگاه شیطونی که خوب میشناخته. گفت حالا کی گفته روست؟ کی گفته از در اصلی؟ چی میگی ثریا؟ شب. من مسیر رو بلدم. از پنجره باغ میریم بیرون. تا دهات پایین میریم. یه خورده دنیا رو میبینیم. صبح زود هم برمیگردیم. کسی هم متوجه نمیشه. نفسم بند اومد. اون کار دیوونگی بود. خطرناک بود. اگه پدرم میفهمید نمیخواستم اصلا فکر کنم چی کار میکنه. گفتم ثریا نمیشه، خیلی خطرناکه. ثریا دستامو گرفت و محکم نگاه هم کرد.
نورا میدونی فردا یا پس فردا وقتی یکی از اون خواستگارا بیاد سراغت تو قبول کنی، بعدش تا آخر عمرت عین یه مجسمه میمونی تو این عمارت. دیگه هیچ وقت نمیتونی بفهمی زندگی واقعی چه طعمی داره. آهی از روی حسرت کشیدم. حرفش درست بود. میدونستم راست میگه. قبول کردم که بریم، اما اگه گیر میافتادیم چی؟ نورا گفت گیر نمیافتیم، من تموم مسیر رو بلدم. ساعتها فکرشو کردم. نگاهش کردم. ثریا از وقتی بچه بودیم با من بود. هر روز باهاش حرف میزدم. هر دردی داشتم بهش میگفتم. اون تنها کسی بود که واقعا منو میفهمید. گفتم باشه و خودمم از قاطعیت صدام تعجب کردم. و بعد گفتم اما فقط 2 ساعت. ثریا فریادی از رو خوشحالی کشید و منو محکم بغل کرد. آفرین. حالا لباس مناسب بپوش. یه لباس ساده عین لباسای من. بعد از ظهر که همه تو خونه آروم شده بودن و پدرم رفته بود استراحت بعد از نهارش، من و ثریا عین 2 تا دزد حرفه‌ای از پنجره اتاقم که رو به باغ باز میشد پایین رفتیم. دلم عین طبل میکوبید، اما هیجانش، خدای من، چه حس فوق‌العاده‌ای بود. ثریا جلو جلو میرفت و منو از مسیرهایی میبرد که هیچ وقت ندیده بودم. کوچه های باریک و خاکی، خونه های کوچیک گلی، آدمایی که رو در خونه هاشون نشسته بودن و صمیمی حرف میزدن. گله های گوسفندی که از این ور دهات میرفتن تا اون ور. ثریا گفت ببین نورا، نگاش کن. به یه زن جوونی که داشت غذا میپخت اشاره کرد. ببین چطور با شوهرش شوخی میکنه. ببین چطور میخنده. راست میگفت. اون زن اونقدر راحت و صمیمی میخندید که دلم گرم شد. تو عمارت ما همیشه رسمیت بود. همیشه باید مراعات میکردیم. کم کم از دهاتمون دور شدیم. رسیدیم به دشتایی که سبزیشون چشم و خیره میکرد. کوههای دوردست. نسیم ملایمی که صورتمو نوازش میکرد. برای اولین بار تو زندگیم حس کردم که آزاد بودم. گفتم ثریا، اینجا چقدر قشنگ بود و من نمیدونستم. خندید و گفت میدونستم خوشت میاد. من همیشه آرزو داشتم یه بار اونجا بیام با تو. روی سنگ بزرگ نشستی. دورمون سکوت محشری حاکم بود. فقط صدای باد تو علف ها می اومد. گفتم ثریا، تو فکر میکنی من اشتباه میکنم؟ یعنی همایون مرد خوبیه. مهربونه. تحصیل کرده است. پول داره. از خویشاونده خودمه. به نظرت آدم خوبیه؟ یا سرش رو به طرفم چرخوند و گفت نورا، خوب بودن که کافی نیست. تو باید کسی رو بخوای که وقتی اسمشو میشنوی قلبت عین یه پرنده بپره. کسی که حاضر باشه با تو کل دنیا بیاد. کسی که وقتی نگاهش میکنی بفهمی که زندگی بدون اون واسط بی‌معنیه. حالا خودت میدونی و اون همایون. ببین این حسو نسبت بهش داری یا نه؟ چیزی تو قلبم غنچه کرد، اما نمیدونستم چیه. یه خورده که فکر کردم دیدم واقعا همچین حسی و با همایون ندارم. من دختر شوخی بودم، اهل شوخی و شیطونی، اما همایون اصلا اینطور نبود. گفتم ثریا، اما این حرفای تو فقط تو شعراست. تو زندگی واقعی چنین فردی وجود نداره. ثریا گفت نه، کی گفته؟ من خودم به چشمم دیدم. همین مادرم همینطور عاشق بابام بود. میگفت هر روز که چشماشو باز میکرد و بابامو میدید حس میکرد دوباره متولد شده. نمیدونستم چی بگم، گیج شدم. انقدر تو فکر بودم که متوجه نشدم چقدر راه رفته بودیم. وقتی دور و بر رو نگاه کردم دیدم که توی جای خیلی دور قرار گرفتیم. حتی دهاتمونم از دور مشخص نبود. گفتم ثریا، فکر نمی کنی خیلی دور شدیم از عمارت؟ ثریام نگران شده بود. اونقدر ذوق داشت که منو بیرون ببره و دورم بده، حواسش نبود که تا کجا اومدیم. گفت نمیدونم راستش، اما فکر کنم بهتره که برگردیم. دیگه داره تاریک میشه. همون لحظه صدای قدم‌هایی شنیدیم. 3 تا مرد از پشت تپه بیرون اومدن.
لباسای کثیف و پاره پوره، صورتای نشسته از آفتاب و کار. اما چیزی تو نگاهشون بود که ترسمو بیشتر کرد. یکیشون که ریش پراکنده‌ای داشت لبخند کجی زد و گفت ببینی اینجا چی داری؟ 2 دختر خوشگل تو این دشت بی‌در و پیکر. انگاری که قلبم ایستاد. دستای ثریا عرق کرد و محکم دستمو میفشو. زمزمه کرد نورا برو پشت من. اما پاهای من عین سنگ شده بود. نمیتونستم حرکت کنم. اونا کم کم نزدیک شدن و چشماشون عین گرگ میدرخشید. خوشگلا کجا میخوایم برین؟ چرا عجله داری؟ بیان یه خورده با هم حرف بزنیم. ثریا با صدای لرزونی گفت ما کاری با شما نداریم. راهتون رو بگیرین و برین. اصلا شما میدونین ما کی هستیم؟ اونا خندیدن، خنده‌ای که خون تو رکامو یخ میکرد. با دهنکجی گفتن راهمونو بریم؟ نه بابا، ما دلمون میخواد کمی آشنا بشیم باهاتون. و همینطور که نزدیک میشدن من و ثریا شروع کردیم به فریاد زدن. صدای فریادامون تو خلوت دشت میپیچید. اونا کم کم نزدیک میشدن و چشماشون عین چراغ شب میدرخشید. دستای من عین برگ خزون میلرزید و ثریا جلو میستاده بود. اما میدونستم که خودشم عین من وحشت کرده. یکی از اونا گفت بیاین اینجا خوشگلا، ما که آدم بدی نیستیم. و بعد خنده های چندش آوری میکرد. ثریا دستمو محکم گرفت. نورا فرار کن. تو فرار کن، من حواسشونو پرت میکنم. اما کجا؟ اطرافمون هیچی نبود جز علفهای بلند و تپه های دوردست. پاهام قفل شده بود از ترس. یکی از مردا دستشو دراز کرد سمت صورت من. ببین چه پوست نرم و سفیدی داره. حتما دختر خانواده خوبیه. چشمامو محکم بستم و منتظر بودم که دستش به صورتم برسه. اما یه صدای عجیب شنیدم. صدای چیزی که با سرعت تو هوا میپیچید. یه سنگ درشت اومد و درست تو پیشونی اون مرد خورد. و اون با صدای درد کشید عقب. اون 2 مرد کنارش فریاد زدن کی اونجاست؟ از پشت تپه یه سایه بلند بیرون اومد. مردی که قدش بلند بود، شونه‌هاش عریض و تو دستش چوب بلندی داشت. لباس ساده چوپانا رو پوشیده بود، اما طرز راه رفتنش عین یه شیر بود. صداش عمیق و قدرتمند بود و گفت شما 3 با این 2 دختر چی کار داری؟ شرمتون نمیاد؟ مرد اولی که پیشونیش خونی شده بود قرید و گفت تو کی هستی که دخالت میکنی؟ برو پی کارت. اون مرد جوون آروم جلو اومد. حالا که نزدیکتر شده بود میتونستم صورتش رو هم ببینم. چانه بریده، چشمای تیره‌ای که عین شب میدرخشید و نگاهی که میدونست آدم و تو جاش میخکوب کنه. و بعد گفت کارم همینه. مراقبت از کسایی که نمیتونن از خودشون مراقبت کنن. تو همون لحظه مرد دوم از کمرش چیزی رو در آورد و گفت پس میخوای جونتو از دست بدی برای 2 غریبه؟ و اون لبخند سردی زد و گفت نه، ولی شما 3 حتما اینو میخوان. اتفاقات اونقدر سریع افتاد که چشمم دنبالش نکرد. اون مرد جوان عین رعد و برق حمله کرد. چوبشو چرخوند و زد تو شکم یکی از مردا و همینطور حساب اون 2 مرد و هم به همین صورت رسید. وقتی دیدن دیگه کاری از دستشون بر نمیاد، جونشونو گذاشتن رو کولشون و فرار کردن. من و ثریا هنوز از شوک در نیومده بودیم. ایستاده بودیم و عین مجسمه ها نگاه میکردیم به فرار کردن اون 3 مرد. مرد جوان چوبشو انداخت زمین و برگشت سمت ما. با دستای پهنش گرد رو لباساشو تکوند و اومد سمتمون پرسید حالتون خوبه؟ صداش الان آرومتر بود، اما هنوز اون قدرت تو ته صداشو داشت. برای اولین بار تو زندگیم نگاهی مرد باعث شد قلبم عین مرغ تو قفس بپره. اما چشماش عین دریای طوفانی بود. با تته پته گفتم بله ممنونم. ثریا که کم کم به خودش اومده بود پرید جلو. گفت آقا نمیدونم چطور تشکر کنیم. اگه شما نبودین. سری تکون داد و گفت وظیفه بود. اما چرا تو این جای دور افتاده تنها اومدین؟ خطرناکه.
خصوصا واسه 2 دختر جوان. نمیدونم چرا اما احساس کردم سرخ شدم. نگاهش وقتی رو من اومد انگار داشت تا ته جونمو میدید. ثریا شروع کرد به حرف زدن. آقای محترم، ما راهمونو گم کردیم. سریع حرفشو قطع کردم و گفتم از دهات اومدیم گردش و راه برگشت رو بلد نبودیم. نگاه هم کرد. میتونستم بگم که حرفمو باور نکرده. اما چیزی نگفت. ثریا هم با تعجب نگاه هم کرد اما ساکت موند. بعد اون مرد پرسید دهات پایی؟ جواب دادم بله. گفت راه دوری دارین و الانه که هوا تاریک بشه. خطرناکتر میشه واسهتون. نگاهی به آسمون کرد و بعد به ما خیره شد. بیاین من میبرمتون پیش گلم. اونجا امتره. فردا صبح زود میتونم برسونمتون. دلم میخواست بگم آره. اما میدونستم اگه شب تو خونه نباشم پدرم میفهمه. از طرف دیگه اگه الان بریم ممکن بود دوباره گیر اون مردا یا مردای دیگه بیفتیم. گفتم خیلی ممنون اما ما باید برگردیم، خانوادمون نگران میشن. کمی فکر کرد و گفت باشه منم باهاتون میام. مطمئن بشم که سالم میرسیم. وقتی کنارمون راه میرفت دلم عین طبل میزد. قدش خیلی بلندتر از من بود. عضلات دستش زیر پیراهن سادش مشخص بود. بوی خوبی هم داشت. بوی طبیعت و باد کوهستان. پرسیدم اسمتون چیه؟ گفت آراس. آراس. اسمشو تو دلم تکرار کردم. قشنگ بود. ثریا که نمیتونه ساکت باشه شروع کرد. آقا آراس شما چوپان هستی؟ بله چوپانم. چند تا گوسفند داری؟ 150 تا. ثریا خوشحال شد و گفت وای چقدر زیاد. حتما کار سختیه. برای اولین بار آراس کمی لبخند زد و گفت عادت کردم. ثریا ادامه داد میدونین آقا آراس ما همونجا خیلی تون زدم به پهلوش و گفتم ثریا ساکت باش. آراس متوجه شد اما چیزی نگفت. ثریا با تعجب نگاه هم کرد اما دیگه چیزی نگفت. راه تا دهات خیلی زیاد بود. کم کم تاریکی فرو نشست و ستاره ها پیداشون شد. آراس جلو جلو میرفت تا ما دنبالش. گاهی می ایستاد و گوش میداد. مطمئن میشد که خطری نیست و بعد ادامه میداد. وقتی به دهات رسیدیم آراس ما رو برد توی کلبه کوچیک. گفت اینجا جایی هست که من خیلی میام. بشینید و استراحت کنید، آب و نون میارم. کلبه کوچیک و تمیزی بود. یه تخت خواب ساده، یه میز چوبی و چند تا قالی پهن شده رو زمین. جای آرومی بود. یه کوزه آب سرد و چند تا نون تازه آورد. بخورین حتما گرسنتون شده. وقتی نشست کنارمون فاصله کمی داشت. اما بازم میتونستم گرمای وجودش رو حس کنم. دستاش درشت اما ظریف بودن. دستای کسی که عادت به کار سخت داشت. پرسیدم چرا اومدین کمکمون؟ نگاه هم کرد با تعجب و گفت چون کار درستم این بود. گفتم اما خطرناک بود. شاید آسیبی میدیدین. گفت میدونم. پرسیدم پس چرا؟ مکسی کرد و گفت نمیتونم ببینم کسی بهش ظلمی بشه. هر کاری از دستم بر بیاد براش میکنم. چیزی تو نگاهش بود که قلبمو گرم کرد. این مرد فقط چوپان نبود. چیزی تو چشماش داشت. یه درک عمیق. ثریا که نونو خورد گفت آقا آراس شما اهل اینجایین؟ گفت نه از ده بالای کوه اومدم. چند سال پیش. پرسید چرا اومدین اینجا؟ آراس ساکت شد. تو چشماش غمی دیدم که دلم واسش سوخت. آروم گفت گاهی آدما باید تغییر مکان بدن دیگه. نپرسیدیم بیشتر. میفهمیدم که داستان دردناکی داشت. وقتی نونو خوردیم آراس گفت حالا باید برگردین، خانوادتون نگرانتون میشن. بلند شدیم. آراس ما رو تا آخر دهات همراهی کرد. وقتی به جایی رسیدیم که میتونستیم راه عمارت رو پیدا کنیم ایستاد. از اینجا بلد این راه رو بریم؟ گفتم بله خیلی ممنون. سری تکون داد و برگشت که بره. اما من نمیتونستم بذارم بره. صدایش زدم آراس. برگشت رو نگاه هم کرد. گفتم میشه فردا دوباره ببینمتون؟ چشماش انگاری که گشاد شد. مثل اینکه انتظار این حرفو نداشت.
پرسید چرا؟ من که قلبم محکم میکوبید گفتم نمیدونم. فقط خواستم فردا ببینمتون و تشکر کنم. یه هدیه ناقابلی واسهتون بیارم. خیلی طولانی نگاه هم کرد. انگار داشت با خودش کلنجار میره. و بعد گفت فردا ظهر کنار چشمه‌ای که از کوه میاد. میدونین کجاست؟ من که نمیدونستم کجاست بر نگاهش میکردم. همون لحظه ثریا گفت بله میدونم. من میدونم کجا رو میگی. و بعد خداحافظی کردیم و رفت تو تاریکی. من و ثریا ایستاده بودیم و نگاهش میکردیم. ثریا آروم گفت نورا، این چه حرفی بود زدی؟ نکنه دلت واسش لرزیده. نگاهش کردم. خجالت کشیدم. چقدر زود لو رفته بودم. اما چیزی نگفتم. رو کردم بهش و گفتم بیا بریم تا دیر نشده. اون شب وقتی برگشتیم عمارت قلبم هنوز عین دیوونه ها میزد. خدا رو شکر همه خواب بودن و کسی متوجه نشد که رفته بودیم. اما تا صبح چشمم بسته نشد. روی تخت پهن شده بودم و هر دفعه که چشمامو میبستم چشمای عمیق آراس رو میدیدم. صدای قدرتمندش رو میشنیدم. اون طرز نگاه کردنش رو که انگار داشت تا ته جونم رو میدید. شب با خودم فکر میکردم. این چه حسی بود که گرفته بودم؟ چرا وقتی فکر میکردم به آراس انگار عین یه پرنده‌ای که تو سینم پرواز میکرد بودم. چرا صدای اسمش تو ذهنم عین یه موسیقی میپیچید. صبح که ثریا اومد تو اتاقم یه نگاهی به صورتم انداخت و خندید. نورا، اصلا نخوابیدی نه؟ چشمات پف کرده. رو تخت نشستم و موهای پریشونم و شونه کردم. گفتم ثریا نتونستم بخوابم. ثریا اومد رو تختم کنارم نشست. با نگرانی نگاهم کرد و گفت چی شده؟ از دیشب خیلی عجیب شدی. مکسی کردم و گفتم ثریا، اون چیزی که دیشب اتفاق افتاد. گفت چی؟ این که با اون مردای بدجنس درگیر شدی؟ نه ثریا، این که آراس نجاتمون داد. نمیدونم چرا مدام به اون مرد فکر میکنم. ثریا ابروهاشو بالا انداخت و لبخند شیطونی زد. آها بگو پس همین بود. من گفتم چرا اینقدر دیشب سرخ میشدی؟ ثریا جدی میگم. دستاشو گرفتم و گفتم واقعا نمیدونم چم شده. تا حالا هیچ وقت اینطوری نبودم. ثریا نگاه جدی تری کرد و گفت نورا، من خودم دیدم چطور نگاهش میکردی. مثل اینکه دنیا رو فراموش کرده باشی. و اونم خدایی وقتی داشت حرف میزد چشماش مدام رو تو بود. انگار نه انگار من اونجا بودم. با حرفش سوق زده گفتم واقعا؟ یعنی تو هم متوجه شدی؟ گفت البته کور که نبودم. اون مردم تحت تاثیر تو قرار گرفته بود. مشخص بود. احساس گرمی تو قلبم پیچید. گفتم اما ثریا. صورتم جدی شد و گفتم تو میدونی که این کار خیلی خطرناکه. یه پدرم بفهمه. ثریا آه عمیقی کشید و گفت آره نورا میدونم. پدرت اگه بفهمه تو با یه چوپان که رعیت زاده است صحبت کردی خدا میدونه چی کارت کنه. اما مکسی کرد و بعد ادامه داد اما من تو کل زندگیم ندیدم تو اینقدر زنده باشی. اینقدر خوشحال و پر انرژی. پرسیدم یعنی چی ثریا؟ یعنی همیشه این عروسکی بودی که توی قفس زندگی میکرد. هیچ وقت چشمات اینطوری نمیدرخشید. همیشه تو چشمات اضطراب میدیدم. هیچ وقت اینطور هیجان زده نبودی. حتی وقتی اسم همایون میومد بی تفاوت میشدی. راست میگفت. تا دیشب زندگیم عین یک کتاب باز شده بود که از قبل تمام صفحاتش نوشته شده بود. ازدواج با همایون، بچه دار شدن، پیر شدن تو این عمارت. اما حالا گفتم ثریا من فقط یه بار دیگه میخوام ببینمش. فقط یه بار. ثریا نگاه طولانی بهم کرد. باشه نورا، اما باید خیلی مراقب باشی. اگه کسی بفهمه. بقیه یه روز و عین کابوس گذروندم. پدرم اومد پیشم و از خواستگار دیروز واسم حرف زد. میرزا حسام قبول کرده بود که منتظر بمونه تا من تصمیممو بگیرم. اما پدرم گفت که نمیتونم زیاد منتظرش بذارم. پدرم با مهربونی گفت دخترم، میرزا حسام مرد خوبیه، ثروتمنده، با آبروه. خانواده خوبی هم داره.
فکراتو زودتر بکن. از روی اجبار گفتم چشم بابا. ظهر که خورشید بالای سر رسیده بود و همه تو خونه استراحت میکردن، من و ثریا دوباره از همون مسیر دیشب به بیرون رفتیم. اما این بار قلبم نه از ترس، از هیجان میزد. اونقدر هیجان داشتم که دستام میلرزید. ثریا گفت نورا آروم باش. اینقدر تون راه نرو و مردم مشکوک میشن. اما نمیتونستم آروم باشم. حس میکردم اگه زودتر نرسم ممکنه آراز فکر کنه نمیام و بره. چشمه‌ای که آراز گفته بود بالای یه تپه کوچیک بود، دور از چشم مردم. آب زلالش از بین سنگای صاف میگذشت و صدای آرومش عین لالایی بود. درختای کنارش سایه خوبی میدادن و گلای وحشی اطرافش رنگ زیبایی رو به اون منطقه بخشیده بود. وقتی رسیدیم باورم نمیشد، اما آراز اونجا نبود. نگران پرسیدم شاید دیر کردیم و بعد دور و بر رو نگاه کردم. ثریا گفت نه نورا، هنوز وقت هست. آفتاب هنوز بالای سرمونه. نشستیم کنار چشمه و منتظر موندیم. من مدام دستامو صاف می‌کردم. موهامو درست می‌کردم. از تو آب زلال چشمه خودمو می‌دیدم. اونقدر نگران بودم که نمیدونستم چطور باید رفتار کنم. ثریا با خنده پرسید نورا بس کن. چرا اینقدر نگرانی؟ نمیدونم چی بهش بگم ثریا. نمیدونم اصلاً چطور باید حرف بزنم. تا حالا با هیچ مردی غیر از اقوام خودم صحبت نکردم. ثریا گفت آروم باش، طبیعی رفتار کن. بعد از چند دقیقه که عین قرنها طول کشید، صدای قدم‌هایی شنیدیم. آراز از پشت درخت‌ها بیرون اومد و قلبم ایستاد. اون روز یه پیراهن سفید تمیز پوشیده بود که روی پوست آفتاب سوخته‌اش قشنگ می‌نشست. موهای مشکیشو شونه زده بود و حتی از دیروزم قشنگتر شده بود. آروم گفت سلام و لبخند محوی زد. جوابشو دادم، اما احساس کردم تا ریشه موهام سرخ شدم از خجالت. آراز اومد کنارمون نشست، اما فاصله محترمانه‌ای نگه داشت. انگار نمیخواست ناراحتمون کنه یا کار اشتباهی کنه. پرسید خوب خوابیدی؟ گفتم بله ممنون. اما دروغ محضی بود. کل شب چشم رو هم نذاشتم. ثریا که حس کرد فضا سنگینه و ما خجالت میکشیم گفت من برم یه خورده گل بچینم از اون طرف. مادرم واسه مطبخ یه سری گلای وحشی خواسته. آخ این گلا رو ببینین چقدر قشنگن. و با یه چشمک به من رفت و ما رو تنها گذاشت. سکوت عجیبی بینمون برقرار شد. آراز با آب چشمه نگاه کرد و منم مخفیانه به صورتش. تو نور آفتاب پوستش می درخشید و موجه های بلند مشکیش سایه زیبایی رو روی گونه هاش می داد. فک برجستش و شکل دهنش. خدای من چه مرد زیبایی بود. آروم گفتم آراز. برگشت و نگاه هم کرد. چشمای تیرش عین دریای عمیق بود. گفتم چرا اومدی؟ یعنی خوشحالم که اومدی، اما لبخند محوی زد و گفت تو خودت گفتی بیا. ولی یعنی نمیدونستم اصلا چطور حرفمو بزنم. یعنی واقعا میخواستی بیا یا فقط از روی اجبار اومدی؟ طولانی نگاه هم کرد. انگار داشت با خودش کلنجار میرفت که چقدر صادق باشه. آروم گفت نورا و تو صداش لرزش عجیبی بود. این اولین باری بود که اسممو صدا میزد. گفت من نمیدونم تو کی هستی، از کجا اومدی، چرا اون شب تو اون جای دور افتاده بودی، ولی از دیشب نتونستم فکر تو از سرم بیرون کنم. قلبم تون میزد. صدای تپش قلبمو میشنیدم. پرسیدم واقعا؟ گفت آره. کل شب و بیدار بودم و فکر میکردم. حس عجیبی داشتم. حسی که تا حالا تجربهش نکردم. با کنجکاوی پرسیدم چه حسی؟ مکسی کرد و گفت حس این که یه چیز مهم تو زندگیم اتفاق افتاده. حس این که دیگه عین قبل نیستم. نفسم بند اومد. دقیقاً همون حسی بود که منم داشتم. ادامه داد اما میدونم که این کار درست نیست. تو و من شاید دنیاهای متفاوتی داریم. پرسیدم چطور میدونی؟ دستامو نگاه کرد. دستای نرم و سفیدی که هیچ وقت کار سخت نکرده بودن. ناخنای صاف و تمیز بدون هیچ جای زخمی.
گفت از همه چیت معلومه نورا. از دستات که هیچ وقت کار نکردن، از طرز حرف زدنت، از طرز راه رفتنت، از لباسات. من میدونم تو دختر خانواده ثروتمندی هستی. شاید حتی خانزاده باشی. نمیتونستم این کار کنم. اما نمیخواستم این کارو کنم. گفتم مهم نیست. پرسید چرا مهم نیست؟ خانواده‌ات چی؟ آینده‌ات چی؟ نامزدت چی؟ سری گفتم من نامزدی ندارم. ابروهاش رو بالا انداخت و گفت دختری عین تو حتما نامزد داره. مکسی کردم و گفتم ندارم. یعنی پدرم میخواد منو با پسرمون بغده هم در بیاره، اما من هنوز موافقت نکردم. پرسید چرا موافقت نکردی؟ به چشماش نگاه کردم. چون هیچ وقت عاشقش نبودم. تا دیروز فکر میکردم عشق فقط تو شعرها وجود داره. پرسید تا دیروز؟ سرخ شدم و گفتم آره تا دیروز. چیزی تو چشماش تغییر کرد. یه گرمی، یه درخشش. گفت نورا تو نمیدونی چی داری میگی. گفتم میدونم. نزدیکتر رفتم. آراز، من تا حالا هیچ وقت این حسو نداشتم. هیچ وقت. وقتی نگاهت میکنم انگار زنده. انگار کسی هست که به زندگی معنی میده. اینطوری حس میکنم کسی هستم، نه فقط دختر خان. آراز چشماشو بست و نفس عمیقی کشید و بعد گفت اگه ادامه بدیم بدبختی تو راهه برای هر دومون. تو همون لحظه آراز دستشو برگردوند و انگشتامو تو دستاش گرفت. دستای کوچیک من تو دستای بزرگش گم شده بودن و بعد آروم گفت اما من نمیتونم اون خوشبختی که الان داری و بهت بدم. تو چشماش نگاه کردم و گفتم تو خوشبختی و تو چی میبینی؟ تو یه جای خوب؟ تو یه خونه عیونی با یه حیات بزرگ؟ درسته که من تا الان سختی ندیدم. تو زندگیم کار سختی نکردم. اما دلیل نمیشه که از این وضع راضی باشم. کی گفته که من دوست ندارم عین زنای دیگه نون بپزم، غذا درست کنم، شیر گرم کنم؟ همه این کارا رو دوست دارم. اما خب تو جایی بزرگ شدم که اجازه این کارا رو بهم ندادن. حتی این کارای ساده واسم رویا شده. سرشو انداخت پایین، چیزی نگفت. باورش نمیشد که یه دختر از راحتی زیاد زده شده باشه. تو همون لحظه دستامو محکمتر تو دستاش فشرد. انگار یه روح بودیم تو 2 بدن. انگار سالها منتظر این لحظه بودیم. صدای پای ثریا که برمیگشت ما رو از اون دنیای رویایی بیرون کشید. سریع از هم دور شدیم، اما چشممون هنوز روی هم بود. ثریا از دور فریاد زد نورا خانوم وقتشه برگردیم. اما لحنش طوری بود که معلوم بود میدونه چی گذشته. آراس بلند شد و دستشو دراز کرد تا منم بلند شم. وقتی دستشو گرفتم دوباره اون حس عجیبو داشتم. با شوق پرسید فردا هم همین موقع میای؟ گفتم آره حتما میام. لبخندی زد. اون لبخند گرم و زیبایی که قلبمو به رقص می آورد و حس امیدو تو دلم زنده می کرد. از هم خداحافظی کردیم. قرار بود که برگردیم. آروم آروم راهشو کشید و رفت، اما چند بار برگشت و نگاهمون کرد. ثریا اومد کنارم و شونمو گرفت. نورا چی شد؟ دستمو گذاشتم رو قلبم که هنوز عین دیوونه ها میزد. بدون اینکه چیزی بگم گفتم ثریا بیا بریم خونه که دیر شده. هفته‌ای که گذشت برام خیلی قشنگ بود. هر روز منتظر بودم ظهر برسه تا برم پیش آراز. هر روز اون چشمای عمیقشو میدیدم. هر روز بیشتر عاشق میشدم. ثریا مثل سایه همراه هم بود و مراقب بود کسی مشکوک نشه. اون روز وقتی رفتم پیش آراز چیزی فرق داشت. از دور دیدمش. حس کردم نگرانه. کنار چشمه نشسته بود و تو فکر بود. گفتم سلام آراز و بعد رفتم کنارش. برگشت و نگاه هم کرد. تو چشماش غمی میدیدم که قبلا ندیده بودم. گفت سلام نورا جان. اولین باری بود که جانو به اسمم اضافه کرده بود. ثریا مثل همیشه رفت گل بچینه و ما تنها موندی. نگران پرسیدم چیزی شده؟ نفس عمیقی کشید و گفت من باید چیزی بهت بگم. ترسیدم. چی؟ گفت من اهل این دهات نیستم. گفتم میدونم.
گفته بودی که از ده بالا اومدی. سرشو تکون داد و گفت نه، من یه وقتی سرباز بودم. سرباز خانه منطقه شمال. چشمام گشاد شد. سرباز؟ آره. پدرم اونجا کار میکرد. منم از بچگی آموزش نظامی دیدم. اما یه اتفاقی افتاد که مجبور شدم فرار کنم. با تعجب پرسیدم چه اتفاقی؟ گفت خان ما آدم ظالمی بود. روزی دستور داد که یه دهات آتیش بزنیم. چون مردمانش مالیات رو نمیدادن. اما من میدیدم که اونا آدمای فقیری بودن. بچه‌های کوچیک داشتن. صداش میلرزید. گفت نتونستم این کارو کنم. جلوی خانه ایستادم و گفتم این کار ظلمه. نفسم بند اومد. پرسیدم خب بعدش چی شد؟ گفت خان دستور داد که منو دستگیر کنن و به سزای اعمالم برسونن. اما شب قبل از اون اتفاق چند تا از دوستام کمکم کردن و فرار کردن. از اون موقع تو این دهات قایم شدن. پرسیدم پس تو سرباز بودی؟ آره، خیلی وقتا دلم تنگ میشه برای اون زندگی، اما پشیمون نیستم. اگه زمان برگرده بازم همین کارو میکنم. با حرفاش احساس غرور کردم. این مرد نه فقط شجاع بود، عادلم بود. پرسیدم چرا اینو بهم گفتی؟ آراز دستامو گرفت و گفت چون میخوام بدونی که من فراریم نورا. اگه کسی منو پیدا کنه نه فقط خودم، تو هم به خطر میافتی. گفتم مهم نیست. چطور مهم نیست نورا؟ تو دختر خانی و من. حرفشو قطع کردم و گفتم تو عاشقم هستی یا نه؟ ماتمون پرسید چی؟ گفتم سوالم واضحه. تو عاشقم هستی یا نه؟ خیلی طولانی نگاهم کرد. تو چشماش کشمکش عجیبی میدیدم. گفت دیوانه‌وار عاشقتم نورا. اونقدر که خودمو باور نمی کنم. و بعد گفتم خب پس بقیهش مهم نیست. ولی نزدیکتر رفتم و گفتم ولی هیچی. آراز من عمری تو قفس زندگی کردم. حالا که آزادی و چشیدم نمیتونم دوباره برگردم. آراز بلند شد و شروع کرد به راه رفتن. نورا تو نمیفهمی. اگه آدمای خان منو پیدا کنن هم به من آسیب میزنن هم هر کسی که با من باشه. بلند شدم و رفتم جلوش. پس بریم. پرسید کجا؟ گفتم هر جا که تو بخوای. من حاضرم با تو کوچ کنم آراز. با تعجب نگاهم کرد. نورا تو چی میگی؟ خانوادت چی؟ زندگی چی؟ خانوادم میخواد منو با مردی ازدواج بدن که دوستش ندارم. زندگیم عین یه قفس طلاییه که دارم توش خفه میشم. دستاشو گرفتم. تو تنها کسی هستی که بهم حس زنده بودنو دادی. و بعد گفت نورا اگه با هم بیای زندگی سختی در انتظارته. نه عمارتی، نه خدمتکاری، نه حتی لباسای قشنگ. سرم عقب کشیدم و تو چشماش نگاه کردم. فکر میکنی اینا واسم مهمه؟ گفت نمیدونم. با خنده گفتم من برات آش میپزم رو آتیش و هیزم. لباساتو میشورم تو چشمه. شبا کنارت رو زمین میخوابم. فقط تو رو میخوام. با بغض صدام کرد. و بعد گفت تو منو عاشق تر کردی. لبخندی زدم و گفتم پس همین خوبه. همون موقع صدای سم اسبی رو شنیدیم. هر دومون ترسیدیم. آراز سری منو برد پشت درختای بزرگ. زمزمه کرد ساکت باش. 3 تا سوار از پشت تپه پیداشون شد. لباسای نظامی داشتن و دو دستاشون یه سری وسایل بود. یکیشون پیرتر بود و عین یه سرتیپ میموند. یکیشون گفتن که فراری رو تو این نواحی دیدن. اون مرد سری تکون داد و گفت اون مرد جایی همین اطراف قایم شده. باید پیداش کنی. آراز صورتش سفید شده بود. زمزمه کرد اونا دنبال منن. قلبم ایستاد. پرسیدم خب چی کار کنی؟ گفت تو برو پیش ثریا، من یه راه دیگه میرم. دستشو گرفتم و گفتم نه من باهات میام. نورا خطرناکه. نه آراز برام مهم نیست. سربازا کم کم نزدیک می شدن. یکیشون گفت اینجا کسی بوده. نشونه های پا مشخصه. آراز تصمیم سریع گرفت. منو تو آغوشش گرفت و با سرعت برد طرف صخره‌هایی که پشت چشمه بود. جایی بود که از پایین قایم بودی.
هر دومون نفس نفس میزدیم. آراز همونطور که منو محکم داشت به اطراف نگاه میکرد و من صدای تپش قلبشو میشنیدم. زمزمه کرد اگه چیزی شد تو فرار کن. سربازا حدود 10 دقیقه اطرافو گشتن و بعد رفتن. ما تا نیم ساعت دیگه اونجا موندیم. من خدا خدا میکردم که ثریا پیداش نشه و اونا ثریا رو نبینن. وقتی مطمئن شدیم که رفتن اومدیم بیرون. ثریا عین دیوونه ها دنبالمون میگشت. با ترس پرسید نورا کجا بودی؟ من ترسیدم. واسش تعریف کردم که چی شده. ثریام نگران شده بود. گفت این که خیلی خطرناک بود. اگه اونا برگردن. آراز سری تکون داد و گفت باید فکری کنم. شاید مجبور باشم این منطقه رو ترک کنم. با عجله گفتم پس منم باهات میام. آراز با کلافگی گفت نورا. آراز من جدیم. نمیتونم بدون تو زندگی کنم. ثریا جلوم. نورا اگه تو ناپدید بشی پدرت کل منطقه رو زیر و رو میکنه. خطرناکتر میشه. راست میگفت. اما نمیتونستم تصور کنم که آراز بره و من بمونه. پرسیدم پس چیکار کنی؟ آراز فکری کرد و گفت یه هفته دیگه وقت میخوام. اگه تو اون موقع اوضاع آروم نشد میرم. ولی تو باید تصمیم نهایی تو بگیری نورا. این آخرین فرصته. نگاهش کردم. گفتم تصمیممو گرفتم. باهات میام. لبخند غمگینی زد و گفت امیدوارم پشیمون نشی. اون روز وقتی برگشتیم خونه پدرم منتظر بود. قلبم ریخت. با عصبانیت پرسید کجا بودی؟ گفتم تو باغ قدم میزدیم بابا. نگاه هم کرد و گفت دخترم میرزا حسام فردا میاد. جواب نهایی رو میخواد. تصمیم تو بگیر. این یعنی وقتم داشت تموم میشد. یا میرزا حسام یا فرار با آراز. گفتم بابا یه روز دیگه وقت بدیم فکر کنم. پدرم سری تکون داد. باشه. اما بیشتر از این نمیشه منتظرش گذاشت. اون شب و نخوابیدم. تصمیم بزرگ زندگیمو باید میگرفتم. یا امنیت و ثروت با مردی که دوستش نداشتم یا عشق و خطر با مردی که عاشقش بودم. اما دلم قبلا تصمیمشو گرفته بود. صبح که پلکامو باز کردم تصمیممو گرفتم. قلبم آروم بود. عین کسی که بالاخره راه درستو پیدا کرده. امروز آخرین روزی بود که تو این عمارت میگذروندم. امروز به آراز میگفتم که حاضرم باهاش به هر کجای دنیا برم. ثریا که اومد تو اتاق یه نگاهی به صورتم انداخت و فهمید. گفت تصمیم تو گرفتی مگه نه؟ گفتم آره ثریا میرم باهاش. ثریا روی تخت کنارم نشست. برای اولین بار از وقتی این ماجرا شروع شده بود غمو تو چهرش میدیدم. نورا من خوشحالم که عاشق شدی. اما من دلم واسه تنگ میشه. چشماش پر از اشک شد. ثریا عین خواهرم بود. از بچگی با من بود. ثریا تو که میدونی چقدر واسم عزیزی. سرشو تکون داد و گفت نورا من اینجا خانواده خودمو دارم. مادرم پدرم. نمیتونم ولشون کنم. اما اگه میشد به عنوان ندیمت همراهت میومدم. اما تو باید بری. تو حق داری که عاشق باشی. بغلش کردم و هر دومون گریه کردیم. گفتم ثریا تو بهترین دوست زندگیم بودی. ثریا گفت هستم نورا. همیشه هستم. هر جا باشی من دوستتم. قلبم با توه. ظهر که رسید با قلبی پر از امید رفتم سمت چشمه. امروز قرار بود همه چی رو با آراز روشن کنم. قرار بود بهش بگم که آماده‌ام. حاضرم کل زندگیمو رها کنم و باهاش برم. ولی وقتی رسیدم اونجا آراز نبود. منتظر موندم 1 ساعت 2 ساعت. آفتاب داشت غروب میکرد اما خبری ازش نبود. ثریام نگران شده بود. نورا شاید مشکلی پیش اومده. گفتم نه حتما کاری داشته. فردا میاد. اما فردا هم نیومد. 1 هفته گذشت. هر روز میرفتم کنار چشمه و منتظر میموندم. هر روز با دل خالی برمیگشتم. حتی پدرم چند باری پرسیده بود که چرا اینقدر تو خودمم. چرا اشتها ندارم. میرزا حسامم دوباره اومده بود و پدرم بهش گفته بود که من هنوز فکرامو نکردم. پدرم اون شب گفت نورا باید تصمیم تو بگیری. میرزا حسام مرد صبوری نیست. اگه زیاد منتظرش بذاری ممکنه نظرش عوض بشه.
نگاهش کردم. پدرم مرد مهربونی بود، اما نمیفهمید که من دارم از عشق میمیرم. گفتم بابا یه کم دیگه فرصت بدی. اخمی کرد و گفت نورا چی شده؟ چرا اینقدر تصمیم گیری برات سخته؟ نورا چی شده؟ چرا اینقدر تصمیم گیری برات سخته؟ نمیتونستم حرفی بزنم. رفتم تو اتاقم و روی تخت افتادم. حالا که آراسم ناپدید شده بود، هیچ راه فراری نداشتم. 2 هفته گذشت. هر روز امید کمتری داشتم. شبا گریه میکردم و ثریا دلداری میداد. میگفت شاید مجبور شده بره. نورا مطمئن باش برمیگرده. من با گریه میگفتم نه ثریا. اگه میخواست برگرده یه پیغامی میفرستاد، یه نشونه‌ای میداد. حالا 1 ماه بود که گذشته بود. دیگه خودم هم شک کردم که آراس زنده باشه یا نه. اگه زنده بود حتما یه راهی پیدا میکرد که خبری بده. اون روز پدرم اومد پیشم با چهره جدی. نورا تو که به میرزا حسن جواب رد دادی، اما حالا باید به همایون فکر کنی. همایون امروز با خانواده‌اش اومدن به امارت. خان بزرگ پیغام فرستاده که میخواد تو رو به عقد همایون در بیاری. قلبم ایستاد. همایون؟ پدرم گفت آره پسرم بود. خان بزرگ گفته که از بچگی قرار گذاشته بودیم که شماها با هم ازدواج کنی. حالا وقتی دیدن تو به همه خواستگارات جواب منفی دادی، فکر میکنن که دلت با همایونه. گفتم بابا من چی دخترم؟ نمیتونستم بگم که عاشق کسی دیگه. گفتم من آماده نیستم. پدرم نشست کنارم. دخترم، همایون پسر خوبیه. تو با اون خوشبخت میشی. گفتم اما اگه دوستش نداشته باشم چی؟ گفت عشق بعد از ازدواج میاد نورا. مادرتم اول منو دوست نداشت. چی میتونستم بگم؟ اون شبم نخوابیدم. به آراس فکر میکردم. به اینکه کجاست، چرا برنگشته. صبح روز بعد وقتی داشتم تو باغ قدم میزدم، ثریا هیجان زده اومد پیشم. نورا خانوم. چی شده ثریا؟ یکی از ندیمه‌ها به هم گفته یکی اومده دنبالت. از در پشتی منتظرته. با ترس متعجب نگاهش کردم. آخه کیه؟ نگفت، اما دویدم سمت در پشتی. وقتی اونو دیدم دنیا دور سرم چرخید. باورم نمیشد. آراس بود. آراس اونجا ایستاده بود. با ریش بلند و لباسای کوهنوردی. لاغرتر شده بود و تو چشماش خستگی عجیبی میدیدم. اما همون آراس بود. با دیدنم ذوق زده گفت نورا. با عصبانیت رفتم سمتش، پرسیدم کجا بودی؟ 2 ماه تموم منتظرت بودم. منو محکم تو بغلش گرفت. متاسفم نتونستم زودتر بیام. چرا؟ چی شده بود که نتونستی؟ گفت اون سربازایی که دنبالم میگشتن دوباره اومده بودن. مجبور شدم خیلی دور بشم. رفتم کوههای شمالی و اونجا قایم شدم. تازه تونستم از اونجا بیرون بیام. نگاهش کردم. صورتش آفتاب سوخته تر شده بود و جای خراشهایی روش داشت. گفتم آسیب ندیدی؟ نه، فقط خستم. آراس، پدرم میخواد منو با پسرموم نامزد کنه. چشماش تیره شد. با عصبانیت گفت کی؟ فردا قرار خان بزرگ منطقه بیاد و موضوع نامزدی رو مطرح کنه. آراس محکم دستامو گرفت. من نمیذارم این اتفاق بیفته. آخه چطور؟ میام پیش پدرت، ازش میخوامت. ترسیدم. گفتم خطرناکه. پدرم اگه بفهمه تو کی هستی. من نمیترسم. حاضرم برای تو با کل دنیا بجنگم. اون شب آراس تو باغ قایم شد. قرار بود صبح که خان بزرگ اومد خودشو نشون بده. صبح که خان بزرگ با همایون اومد دلم عین طبل میکوبید. همایون همون پسر آروم و مؤدبی بود که از بچگی میشناختم. اما دیگه برام هیچ معنی نداشت. با لبخند بهم گفت سلام نورا خانم، صبحتون بخیر. سلام همایون. خان بزرگ مرد بلند قدی بود. با پدرم نشست و شروع کرد به صحبت. همونطور که با پدرم صحبت میکرد گفت محمد علی اومدم که موضوع نامزدی بچه ها رو حل کنیم. پدرم سری تکون داد. خوشحال میشم. همایون پسر معقولیه. نورا تو چی؟ موافقی؟ همه نگاه ها رو من بود. قرار بود چی بگم؟ همون موقع صدایی اومد.
خدمتکاری اومد و گفت آقا یه نفر میخواد شما رو ببینه. پدرم اخم میکرد و گفت حالا نمیبینین که مهمون داریم؟ گفت میگه کار مهمی داره. پدرم گفت بفرستش تو و همون لحظه آراس وارد شد. قدش بلند، شونه هاش عریض و طرز راه رفتنش عین شیر. همه ساکت شده. آروم گفت سلام. پدرم با تعجب نگاهش کرد. تو کی هستی؟ اسمم آراسه. اومدم درخواستی کنم. خانه بزرگ با کنجکاوی پرسید چه درخواستی؟ آراس مستقیم نگاه پدرم کرد و گفت میخوام اجازه بدین دخترتون ازتون خواستگاری کنه. سکوت مرگباری برقرار شد. پدرم مات مونده بود. چی؟ آراس گفت دخترتون رو میخوام. خانه بزرگ عصبانی شد و گفت تو کی هستی که این جسارت رو میکنی؟ آراس آروم ادامه داد کسی که عاشق دخترتونه و اونم عاشقمه. پدرم با تعجب نگاهم کرد. نورا این حرفا چیه؟ سرمو پایین انداخته. پدرم با عصبانیت گفت تو این مردو میشناختی؟ آراس جلو اومد و گفت خانه بزرگ دخترتون رو با احترام میخوام. حاضرم هر کاری کنم که ثابت کنم لیاقتشو دارم. خانه بزرگ خندید و گفت لیاقت؟ تو چی داری؟ خونه، زمین، ثروت؟ آراس گفت عشق دارم و عزم راسخ برای محافظت ازش. پدرم فکری کرد. بعد رو کرد سمت آراس گفت ظاهرا دخترم دلش با توه. اما اگه واقعا جدی باید خودتو ثابت کنی. پرسید چطور؟ بالای کوه غار قدیمی هست. تو اون غار صندوقچه‌ای پر از جواهرات اجدادمون. اما خطرناکه. هر کی رفته دنبالش برنگشته. قلبم ایستاد. این چه شرطی بود؟ اگه تو اون صندوقچه رو بیاری ثابت میکنی که مرد شجاعی هستی و لیاقت دختر خانو داری. آراس بدون مکث گفت قبوله. همایون تعجب کرد. اما این شرط خیلی سخته. من خودم. خانه بزرگ دستشو بلند کرد. اگه این مرد واقعا عاشقه این کارو میکنه. اما همه با تمسخر نگاه میکردن. انگار مطمئن بودن که هیچ کس از پس این کار بر نمیاد. آراس نگاه هم کرد و گفت نورا منتظرم باش برمیگردن. اما من چی میتونستم بگم؟ میدونستم که اون غار چقدر خطرناکه. همون روز عصر آراس راه افتاد سمت کوهستان. من ایستاده بودم و تا آخرین لحظه نگاهش میکردم. زمزمه کردم خدایا نگهدارش باش. حالا دوباره انتظار شروع شده بود. اما این بار انتظار مرگ یا زندگی. 1 ماه گذشته بود از وقتی آراس رفته بود سمت کوهستان. 1 ماه پر از نگرانی، اضطراب و امیدهایی که روز به روز کمتر میشد. هر روز صبح با این امید از خواب بیدار میشدم که شاید امروز رو برگرده. پدرم تو این مدت فهمیده بود که من واقعا آراس رو میخواستم. تموم این مدت جواب نم به تموم خواستگارا به خاطر آراس بود. اون روز وقتی پدرم با چهره غمگین اومد پیشم از نگاهش فهمیدم خبر بدی داره. گفت نورا دخترم بیا بشین. قلبم به تندی میزد. چی شده بابا؟ دخترم. پدرم مکسی کرد و نگاهم کرد. خبرایی رسید از کوهستان. نفسم بند اومد. چه خبرایی؟ اون مردی که اون چوپان که ظاهرا رفته بود دنبال صندوقچه. ظاهرا بدن بیجونش رو پیدا کردن. دنیا دور سرم چرخید. با بغض گفتم چی گفتی؟ آره دخترم. برف کوهستان قبرش شده. انگار که خونه تو رگام خوش شده بود. حتی نمیتونستم پلک بزنم. پدرم سری تکون داد و گفت حالا که این اتفاق افتاده باید فکر آینده‌ات باشی. باید با همایون ازدواج کنی. اما من دیگه صداشو نمیشنیدم. تنها کلمه‌ای که تو ذهنم بود این بود که آراس مرده. آراس مرده بود. عشق زندگی، مردی که برای اولین بار حس عاشق بودن رو بهم داده بود دیگه وجود نداشت. نورا دخترم. صدای پدرم منو به خودم آورد. روی زمین افتاده بودم و ثریا داشت صورتمو با آب خنک میزد. نورا حالت چطوره؟ نگاهش کردم. چشمای ثریا پر از اشک بود. اونم میدونست که آراس کی بود و برای من چقدر ارزش داشت. چند روز بعد همایون اومد پیشم. با دیدنم گفت نورا متاسفم واسه اون مرد. شنیدم که میشناختیش.
سرمو بلند کردم. از کجا میدونی؟ پدرت گفت که یه بار نجاتتون داده. مرد شجاعی بوده. ملتمسانه از همایون پرسیدم همایون واقعا مرده؟ همایون نشست کنارم و گفت متاسفانه آره. خودم دیدمش. برف روشو پوشونده بود. از اون روز همایون شروع کرد به نزدیک شدن به من. به دلداری دادن با من، درد و دل کردن با من. میگفت نورا میدونم که غمگینی، اما من اینجا میخوام مراقبت باشم. یه روز زورم کرد که باهاش تو اتاق صحبت کنم. مجبور شدم قبول کنم. اتاق همایون بزرگ و مرتب بود. کتابای زیادی داشت و میز تحریر بزرگ. همایون رو تخت نشست و اشاره کرد که منم بشینم. گفت نورا باید صحبت کنی. پرسیدم راجع به چی؟ راجع به آینده‌مون. میدونم که هنوز عزاداری، اما زندگی ادامه داره. نگاهش کردم. همایون واقعا مرد خوبی بود، اما هیچ وقت نمیتونست جای آراسو بگیره. همایون من پرسید چی؟ گفتم من هنوز آماده نیستم. همایون نزدیکتر اومد و دستمو گرفت. نورا بذار کمکت کنم. بذار غمتو تقسیم کنم. وقتی دستمو گرفت بدم اومد. نه اینکه همایون بد بود، ولی دست اون دست آراس نبود. اون حس امنیتو نداشت. گفتم همایون لطفاً. گفت چرا؟ چرا از من بدت میاد نورا؟ من که هیچ کار بدی نکردم. گفتم بدم نمیاد اما چی؟ هنوز فکر اون مرده ای؟ خشمگین شدم و گفتم اسم اونو نیاد. همایون با عصبانیت گفت آراس. اسمش آراس بود. هفته ها گذشت. من کم کم داشتم با این واقعیت کنار می اومدم که آراس مرده و باید زندگیمو ادامه بدم. اما هنوز نمیتونستم خودمو متقاعد کنم که با همایون ازدواج کنم. یه روز وقتی برگشتم اتاقم یه نامه رو تختم بود. با تعجب به اطرافم نگاه کردم. کی اینو گذاشته؟ با دستای لرزون نامه رو باز کردم. نوشته بود اگه میخوای عشقتو زنده ببینی از این عشق ابلهانه دست بکش، وگرنه تن بیجونشو خواهی دید. باورم نمیشد. این نامه یعنی چی؟ همه به هم گفته بودن که آراس مرده، اما این چی داشت میگفت؟ نگاهی به دور اتاق کردم. کسی نبود. ثریام رفته بود بازار. دوباره نامه رو خوندم. اگه میخوای عشقتو زنده ببینی یعنی آراس رو میگفت، یا اینکه فقط یه تهدید تو خالی بود. ذهنم مشغول فکر بود. به همایون شک کردم. شاید اون این نامه رو نوشته تا منو مجبور به ازدواج کنه. تموم شب و نتونستم بخوابم. مدام فکر میکردم به اون نامه. همون شب وقتی همه خواب بودن صدای سنگی شنیدم که خورد به شیشه پنجره. سری رفتم پنجره رو باز کردم و دوباره یه نامه. با ترس نامه رو برداشتم. نوشته بود هشدار آخر. اگه تا 3 روز دیگه به این ازدواج راضی نشی عشق تو واقعا از دست میدی. دستام شروع به لرزیدن کرد. این بار واضح تر بود. کسی آراس رو دستگیر کرده بود و داشت تهدیدم میکرد. اما چرا؟ کی؟ صبح که ثریا اومد نامه ها رو نشونش دادم. ثریا فکر میکنی آراس زنده است؟ ثریا نامه ها رو خوند و رنگش پرید. نورا این یعنی کسی داره تهدیدت میکنه. کسی میخواد مجبورت کنه که تن به این ازدواج بدی. اون روز رو صبر نکردم. رفتم پیش پدرم. گفتم بابا من آمادم. پدرم پرسید آماده چی؟ گفتم آماده ازدواج با همایون. پدرم با تعجب نگاهم کرد. واقعا؟ چرا نظرت عوض شد؟ نمیتونستم راستشو بگم. نمیتونستم بگم از ترس جون آراس راضی به این ازدواج شدم، با اینکه نمیدونستم واقعا زنده است یا مرده. گفتم فکر کردم. شما راست میگین، زندگی ادامه داره. همون شب پدرم خبر رو به همایون و خانواده‌اش داد. همایون خوشحال بود، اما یه جور تعجبم تو چشماش داشت. انگار انتظار این تصمیم ناگهانی رو نداشت. پرسید نورا مطمئنی؟ گفتم آره همایون مطمئنم، ولی تو دلم فقط یه فکر بود. امیدوارم که آراس زنده باشه و این تصمیم نجاتش بده. قرار شد 2 هفته بعد عروسی کنیم، اما قبل از عروسی همایون پیشنهاد داد که سفر کوتاهی بریم. پرسیدم کجا؟ گفت برکه بالای ده. عمارت باغ شاه اونجاست. جای قشنگیه. فکر کردم قبل ازدواج یه مقدار وقت با هم باشیم. بهتر بشناسیم همو.
پدرم هم موافقت کرد. گفت فکر خوبیه. باید کمی از این عمارت بیرون بری تا هوا عوض شه. پس قرار گذاشتیم که بعد از 2 روز راه بیافتیم. ولی تو دلم یه نگرانی عجیب بود. انگار اتفاقی قرار بود بیفته. روز سفر که رسید با یه احساس عجیبی آماده شدم. انگار چیزی قرار بود تغییر کنه، اما نمیدونستم چی. همایون با 2 تا اسب اومد. خودش اسب قهوه‌ای قشنگی سوار بود و برای من یه اسب سفید آروم. آماده ای نورا؟ گفتم آره آماده. راه تا برکه حدود 3 ساعت طول میکشید. اول راه همایون سعی میکرد صحبت کنه، اما من حوصله نداشتم. فکرم پیش اون نامه ها بود. نورا چرا اینقدر ساکتی؟ هیچی، فقط خستم. وقتی داشتیم از کنار در رد می شدیم صدای عجیبی شنیدیم. عین فریاد زدن یه آدم. با ترس پرسیدم همایون اون چی بود؟ نمیدونم، شاید یه حیوان. اما بعد صدای قدم های اسبی شنیدیم. چند تا اسب سرکش داشتن تون می اومدن سمتمون. همایون آروم باش نورا. اما چطور آروم باشم؟ 5 تا سوار از پشت تپه بیرون اومدن. صورتاشونو پوشونده بودن و با سرعت به سمت ما می اومدن. یکیشون فریاد زد هرچی پول داریم بریزیم بیرون. همایون جلوم اومد. گفت ما پول زیادی همراهمون نداریم، اما بعداً میتونم بهتون پول زیادی بدم. گفت دروغ میگی، تو لباسای گرون قیمتی پوشیدی. یکیشون سمتمون حمله کرد. همایون شروع کرد به دفاع کردن، اما اونا 5 نفر بودن و همایون 1 نفر. همایون فریاد زد نورا تو فرار کن. اما من نمیتونستم تکون بخورم. کل وجودم رو ترس گرفته بود. همایون اون روز شجاعانه جنگید، اما یکی از اون راهزنا تونست زخمیش کنه. فریاد زدم همایون. همایون افتاد رو زمین. راهزنا داشتن نزدیک میشدن که منم بگیرم. یکی از اونا گفت این دختر خیلی قشنگه. فریاد زدم، شروع کردم به گریه. باورم شده بود که الان همه چی تموم میشه. همایون به شدت زخمی شده بود و منم. تو همین لحظه صدای عجیبی اومد. یه سوار از پشت صخره‌ها بیرون اومد. مرد بلند قامت با لباس تیره. باورم نمیشد، اما اون آراس بود. میتونستم از بین تموم اون لباسای پوشیده بفهمم که اونه. آراس زنده بود. آراس اینجا پیش من. راهزنا وقتی اونو دیدن ترسیدن. آراس عین طوفان به سمتشون اومد. تو چند دقیقه همشونو نیست و نابود کرد و اوناییم که موندن پا به فرار گذاشتن. از اسب پیاده شد، دوید سمتم. با ترس گفت نورا آسیب ندیدی؟ بدون اینکه کلامی حرف بزنم پریدم تو آغوشش. آراس تو زنده ای؟ فکر کردم تو مردی. منو محکم تو آغوشش گرفت. زندم. اما بعد یادم اومد. همایون. آراس همایون زخمیه. آراس رفت پیش همایون. زخم عمیقی داشت. گفت بد زخمی شده، باید زود ببریمش. همایونو گذاشت رو اسبش و من هم سوار بر اسب آراس حرکت کردیم. دستامو دوره کمرش حلقه بستم. نمیتونستم باور کنم زنده است. پرسیدم کجا بودی؟ چرا برنگشتی؟ گفت بعدم بهت میگم نورا. حالا باید همایونو نجات بدیم. وقتی رسیدیم عمارت همه شوکه شدن. هم از دیدن آراس هم از حال وخیم همایون. زنمون وقتی حال پسرشو دید بیهوش شد. پسرم چه بلایی سرش اومده؟ پدرم با تعجب به آراس نگاه کرد. تو کی هستی؟ آراس گفت من آراسم. اون کسی که رفت دنبال صندوقچه و یه صندوقچه کوچیک طلایی از رو اسبش برداشت. اینو براتون آوردم. پدرم مات مونده بود. تو زنده ای؟ ولی گفته بودن. آراس با خنده گفت میدونم. هر کاری کردن که من زنده نباشم، اما دروغ بود. چند روز بعد همایون با وجود تموم تلاشایی که طبیبا کردن فوت کرد. زخماش خیلی عمیق بودن. زنمون دیوونه شد. میگفت اینا همش تقصیر توه. اگه تو نبودی پسرم نمیمرد. بعد روی کرد سمت آراس و گفت تو چرا دیر رسیدی؟ چرا پسرمو نجات ندادی؟ زنمون مریض شد و چند روز بعد خودشم فوت کرد. از غصه پسرش جونشو از دست داده بود. پدرم اون شب اومد پیشم. اونجا راجع به آراس ازم پرسید. تموم ماجرا رو واسش تعریف کردم. از اولین ملاقات تا آخرین ملاقاتمون. گفت پس تو از همون اول عاشق این مرد بودی؟
گفتم آره بابا. پدرم فکری کرد و گفت این مرد شجاعه. اون صندوقچه را آورده. شماها رو نجات داده. فکر میکنم لیاقت دختر خانو داره. با ناباوری پرسیدم یعنی راضی شدی؟ آره دخترم، من راضیم. اون شب آراس اومد پیشم. باورش نمیشد که پدرم اجازه داده باشه. بهم گفت نورا، من نمیخوام عروسیم تو این عمارت باشه. میخوام با هم از اینجا بریم. یه زندگی جدید شروع کنیم. پرسیدم کجا؟ گفت یه دهکده دور افتاده. مادر بزرگم اونجا زندگی میکنه. جای آروم و زیباییه. نگاهش کردم. مطمئنی میخوای از اینجای راحت و از همه این ثروت ها دست بکشی؟ گفت برای تو همه چی رو رها میکنم نورا. صبح روز بعد پدرم جوابش داد. پدرم گفت اگه این خواستتونه قبول میکنم. اما هر وقت خواستیم برگردیم این خونه براتون بازه. یه هفته بعد من و آراس عمارت رو ترک کردیم. ثریا تا آخرین لحظه گریه میکرد. میگفت دلش واسم تنگ میشه. با گریه ازشون خداحافظی کردم. راه تا دهکده 2 روز طول کشید. دهکده کوچیک و زیبایی بود وسط طبیعت بکر. مادر بزرگ آراس زن مهربونی بود که منو عین دخترش پذیرفت. با لبخند گفت سالها منتظر بود آراس عروس بیاره. خوشحالم که دختر قشنگی اینه تو رو انتخاب کرده. خونه کوچیک اما دنجی بود. آراس یه اتاق زیبا واسم آماده کرد. با پنجره‌های بزرگ رو به کوه. نورا، اینجا خونه ماست. امیدوارم خوشحال باشی. نگاهش کردم. چشماش پر از عشق بود. کنار تو همه جا خوشحالم. اون شب اولین شب زندگی مشترکمون بود. ماه‌ها گذشت. هر روز عاشق‌تر از روز قبل می‌شدیم. آراس صبح میرفت کار تو مزرعه. منم خونه داری می‌کردم و کمک مادر بزرگ. با وجود اینکه آراس و مادر بزرگش نمیذاشتن من کار کنم، اما چون خودم دوست داشتم به زور بهشون کمک می‌کردم. یه روز موقع پهن کردن سفره احساس کردم حال عجیبی دارم. مادر بزرگ آراس وقتی منو دید لبخند معناداری زد و گفت نورا جان، فکر کنم خبرای خوبی تو راه داری. با تعجب پرسیدم چه خبرایی؟ گفت فکر کنم بارداری. باورم نمیشد. اومد سمتم و دستشو روشونم گذاشت. تموم نشونه هایی که داری میگن که قراره به زودی مادر بشی. شب که آراس برگشت خبر رو بهش دادم. آراس مات و خجالت زده به من و مادر بزرگش نگاه میکرد و بعد گفت واقعا ما داریم بچه دار میشی؟ 9 ماه بعد پسر کوچولومون دنیا اومد. نوزاد زیبایی با چشمای تیره. اسمشو دارا گذاشتیم. زندگی تو اون کلبه کوچیک با یه بچه نوزاد واسه من که تجربه نداشتم خیلی سخت بود. اون روز تصمیم گرفتیم با آراس و مادر بزرگش برگردیم به عمارت. تا مدتی و تا بزرگ شدن بچه تو عمارت بگذرونی. پدرم با دیدن اولین نوش ذوق زده اونو تو آغوشش گرفت و گفت مدت‌ها انتظار کشیده تا یه روزی بچه منو تو بغلش بگیره. وقتی وارد عمارت شدم با دیدن ثریا ذوق زده به سمتش رفتم. باورم نمیشد که اونم ازدواج کرده و حالا بچه داره. پسر ثریا 3 ماه از پسر من بزرگتر بود. حالا تو این عمارت کنار بهترین دوستم روزامو میگذرونم. و به زودی چند ماه دیگه به کلبه خودمون تو دهکده برمیگردیم. اما من بالاخره طعم خوشبختی رو چشیدم. فهمیدم که خوشبختی من محدود به این قصر و ثروت نبود. تو عشقی بود که مدت‌ها دنبالش بودم. و اون عشق کنار آراس و پسر کوچولومون بود. خب بچه‌ها، خوشحالم که این داستانو گوش دادین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. منتظر کامنتاتون زیر این ویدیو هستم. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.